اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و من یهاجر فی سبیل الله یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعه و من یخرج من بیته مهاجرا الی الله و رسوله ثم یدرکه الموت فقد وقع اجره علی الله و کان الله غفورا رحیما. به نام خداوند ستایشگر مهربان. و هر که در راه خدا هجرت کند در زمین هجرتگاه‌های بسیار و گشایشی شایسته خواهد یافت. و هر که به قصد هجرت به سوی خدا و پیامبرش از خانه خیش بیرون رود سپس مرگ او را دریابد، بیگمان پاداشش بر عهده خداست و خدا آمرزگار مهربان است. ترجمه استاد محمد علی کوشا، سوره نساء 100. با نام یاد خدا، ششمین نشست از سلسله نشست‌های بررسی وضعیت شناسی مهاجران افغانستانی در ایران را پی می‌گیریم. فقط من باب گزارش خیلی کوتاه نظر استاد بزرگوار و جای تقی‌زاده آقای خلیلی بزرگوار عرض کنم. این سلسله نشست‌ها قصد داره یک تبیینی از وضعیت موجود مهاجرین داشته باشه و راهکار و به نقشه راهی برسیم برای اون وضعیت مطلوب که انشاءالله به اون سمت و سو هم پیش بریم. و در همین راستا تا الان 5 نشست برگزار شده در حوزه‌های مختلف اقتصادی اجتماعی و این نشست ششم ما هست که انشاءالله در این نشست با حضور شما و مشارکت دوستانی که الان حضور دارن قصداً به بررسی مفهوم هجرت در قرآن و تطابق آن با وضعیت کنونی مهاجران افغانستانی در جمهوری اسلامی ایران بپردازیم که انشاءالله این موضوع نه تنها به تحلیل مفهومی هجرت منجر بشه که به اون موضوع برسیم، بلکه به بررسی ابعاد اجتماعی فرهنگی سیاسی اون هم بیانجامد با توجه به تحولات اخیر و چالش‌هایی که مهاجرین داشتن. انشاءالله که این بحث بتونه به درک بهتری از وضعیت کنونی و راهکارهای ممکن برای این وضعیت منجر بشه. همونطور که خب در پوستر هم دوستان دیدن، ما 4 محور برای نشست امروز که تحت عنوان الگوی هجرت در قرآن و مهاجران امروز نامگذاری شده در نظر گرفتیم. با توجه به ضیق وقت من فکر میکنم پرسش محور اول و تحت عنوان مفهوم هجرت در قرآن با این سوال که آیا هجرت در قرآن به معنای جغرافیایی است یا دارای ابعاد معنوی اجتماعی هم میباشد، با این پرسش از محور اول رو در حد 15 دقیقه نظر شما باشیم. حالا نیازی شد دوستان مشارکت بکنن، بعدم در ادامه محورهای بعدی نشست. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انشالله که این جلسه و مباحثه و گفتگومون مورد توجهات ویژه صدیقه طاهره سلام الله علیها قرار بگیره. صلواتی ندارم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. من حالا در این 4 محوری که پیشنهاد شده در این وقت مختصر و اندکی که خدمت دوستان داریم تلاش میکنم فهرستی از مباحثی که قابلیت گفتگو داره و به نظرم یه ادبیات و یه نگاهی رو به عزیزانی که بخوان در زمینه مهاجرین مسائل رو پیش ببرن بهشون میتونه قوتی بده رو عرض میکنم. طبیعتاً تفصیل این مباحث خودش نیاز به گفتگوها و جلسات دیگری داره. اینجا بیشتر شبیه مثلا یه تیزری از یک فیلم سینمایی یا یک سریالیه که سعی میشه در حد حالا این حدود 40-50 دقیقه که فرصت داریم مختصر عرض کنم. قبل از این که وارد بحث مفهوم هجرت در قرآن بشیم یه جایابی باید نسبت به این موضوع داشته باشیم. نکنید در قرآن کریم به صورت صریح اون آرمان و هدفی که خدای متعال براش رسول ارسال کرده و کتاب انزال کرده بیان شده. اون آرمان اظهار دین حق، هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون. خب حالا با ادبیات‌های مختلف اومده. این اظهار دین حق یا چیره شدن دین حق بر تمامی ادیان به عنوان آرمان مطرح شده.
تمام اتفاقات رو باید ذیل این دید. خب برای تحقق این داستان ما یه فرایندی داریم که ابتداءً باید از بین تمامی ملت‌ها، مردم یا به صورت دقیق‌تر ادبیات قرآنی اقوام یک قوم قیام کند. یعنی اگر بخواهد در کل عالم، در کل زمین یک دین حق چیره بشه، ابتدا باید یه قومی بیاد پای کار. امکان ندارد بدون پای کار آمدن یه ملتی که زمین دارد، زبان دارد، یک پیوستگی اجتماعی دارد این اتفاق بیفته. که حالا اینا هر کدومش توضیحات و استدلالای فراوان قرآنی داره. فقط یه جمله عرض کنم، شما دقت کنید در آیات قرآن پیوسته انبیا مخاطب را قوم قرار دادن یا قوم عبدالله. اصلا مسئله این بوده که اون هویت جمعی بیاد پای کار. و وقتی رسولی موفق نمی شده قوم رو پای کار بیاره، هرچند که 5 نفر و نصف مؤمن بهش ایمان می آوردن، طرحش جلو نمی رفته. خدای متعال به عذاب استیصال اون قوم رو دچار عذاب می کرده قوم دیگه. خب پس برای پیشرفتن آرمان اظهار دین حق نیاز به اینه که قومی پای کار بیاره. وقتی که یه قومی اومد و یک مکنتی شکل گرفت که ما از فضای مکی وارد فضای مدنی میشیم، در اینجا ما 3 تا راهبرد کلان داریم برای اینکه حاکمیت اسلامی، اون مجموعه‌ای که قیام کردن، اون ملتی که قیام کردن با محوریت ولی الهی و میخوان به اون آرمان برن، 3 تا راهبرد کلان دارن. این 3 تا راهبرد کلان در این 3 تا کلیدواژه خلاصه میشه. راهبرد اول راهبرد دعوت، راهبرد دوم راهبرد قتال و راهبرد سوم راهبرد هجرت. یعنی ما وقتی داریم در مورد مفهوم هجرت صحبت میکنیم، ابتداً داریم در مورد طرح خدای متعال صحبت میکنیم که میخواد کل عالم رو توحیدی کنه. ملتی پای کار اومده، یه قومی پای کار اومده، حالا مکنتی شکل گرفته. برای ادامه این مسیر ما یکی از راهبردهای اصلیمون هجرت. این گزاره اول. گزاره دوم اینه که درسته که فضا با یک قوم شروع میشه. قوم یعنی مردمی که عرض کردم زبان و زمین مشترک دارن که این 2 تا عنصر باعث میشه که کاملا اون فضای فرهنگی به هم پیوستگی و به میدان آمدن ظرفیت‌های طبیعی انسانی و اجتماعی شکل بگیره. درسته با یک قوم شروع میشه، اون تا به سرعت ادبیات بعد از اینکه این قوم قیام کرد در مورد این قوم میشه انصار در ادبیات قرآنی و نیازمند اینه که فرصتی ایجاد بشه تا افراد دیگری که با اون آرمان همراه شدن به اونها اضافه شن که میشن مهاجرین و از مجموعه انصار و مهاجرین امت شکل میگیره. امت به معنای اون مجموعه‌ای که یک هدف و مقصدی را دارد. مثلا یعنی مقصد در ادبیات قرآنی. پس ادبیات در قوم نمیماند، ادبیات به سرعت امت میشود. منتها امت 2 بال دارد و این 2 بال ویژگی‌های متفاوت دارن، فضای حقوقی متفاوت دارن که اینا با تفصیل در ادبیات قرآنی توضیح داده شده. یه جایی یه پولی میاد این فقط مال مهاجرینه، یه جایی یه غنیمتی میاد این فقط مال انصاره، یه جایی برای یه قسم خاصی از مهاجرینه. میخوام بگم این 2 تا کلیدواژه مهمه. این نکته دوم. نکته سوم در مورد خود معنای هجرت در قرآن کریم. خود ریشه هجره که 7 بار در قرآن کریم در ثلاثی مجرد به کار رفته و بالغ بر 25 بار در باب مفاعله و ثلاثی مزید مهاجرت. خود ریشه به معنای ترک کردن، خود ریشه به معنای فاصله گرفتنه. وحجرهم هجرا جمیلا، از اینا فاصله بگیر، حالا با نیکویی به زیبایی. منتها وقتی که به وارد باب میشه که اگه فرصت بود بعد کل استعمالات رو میدیدیم، وقتی ریشه ترک کردن وارد باب میشه ما میبینیم استعمالات قید در راه خدای متعال رو داره اشراب میکنه. یعنی ما به هجرت بگیم به معنای ترک کردن یک فضایی و رفتن به فضای دیگر، با قید فی سبیل الله در ادبیات قرآنی میگیم مهاجرت. که الان عرض کردم تو این جلسه من تو نقطه اثبات نیستم، هر کدوم از این گزارا بخواد اثبات بشه باید وقت جدی بذاریم.
حالا این در راه خدا هم به 4 مدل خودش رو باز تو استعمالات نشون داده. یعنی ما 4 فرض داریم که خدای متعال فردی رو مهاجر بداند. حالا اون احسایی که ما کردیم و در حدی وسعمون کار رفته جلو. اون 4 تا فرض، یکی حفظ جان است، یعنی در راه خدا رو قبول کرده، برای حفظ جان خدا بهش میگه خب اینجا که نمیشه بمونی، مگه ارض الله واسعه نیست، هجرت کن. به خاطر حفظ جان، به خاطر اینکه خودش را در امان نگه بدارد، در راه خدا داره هجرت. یکی به خاطر حفظ دین است، این نمیتواند در اون نقطه‌ای که بماند دین خودش رو حفظ کنه. این قصد دوم و مقصد دوم. یکی به خاطر نصرت رسول خداست که اینم باز یه قسم از هجرت‌های قرآنی به خاطر نصرت رسول خدا، و یه قسم هم به خاطر مقاتله و جنگ با دشمن خدا متعال، که حالا این 3 و 4 رو مسامحتا میشه یه چیز دونست. یعنی یک جاهایی صراحتا به نصرت اشاره کرده، یک جاهایی به مقاتله با دشمن که اونم باز روی دیگر سکه نصرته. این هم نکته سوم که پس معنای مهاجرت در قرآن کریم با توجه به استعمالات ظاهراً به این سمت. نکته چهارم اینه که وقتی ما استعمالات رو بررسی میکنیم، ظاهراً در لایه 1 معنای قرآن کریم، یعنی اون لایه اصلی که ما در اونجا داریم یه وزن ویژه‌ای به راهبرد هجرت میدیم، هجرت فیزیکی بیان شده. یعنی باید از منطقه‌ای به منطقه دیگر باشد، به ترک ارض باید بیانجامد. این به این معنا نیستش که ما در لایه‌های باطنی تر نتونیم به معانی که مثلا یه مثالش اینه که شهید مطهری مثلا بحث هجرت رو میبرن رو فضای این که از یه طرحی به طرح دیگری، لزوم نداره مکان باشه. شاید ما در معانی باطنی و معانی لایه‌های بعدی باز با یه کار روشمند بتونیم به این معنا هم دست پیدا کنیم که به نظر ما میتونیم. منتها مهمه که اون لایه اولی این نیست. لایه اولی هجرت از دارالکفر، از اون جایی که شما نمیتوانی ایمانتو حفظ کنی، نمیتوانی جانتو حفظ کنی، به دارالایمانیه که شما اونجا کاملا میتوانی هم نصرت کنی هم. این در مورد مطلب اول. من حالا 2-3 تا آیه رو هم با هم مرور بکنیم. صفحه 186 سوره مبارکه انفال رو ببینید. اینجا من این آیه رو از باب محوری بودن بحث هجرت میخوام طرح کنم به عنوان یه راهبرد. سوره مبارکه انفال که دومین سوره مدنی ما، یعنی ما سوره بقره اولین سوره مدنیه، بعد سوره انفال که داره حادثه بدر رو مرور میکنه. صفحه 186 آیه 72. ان الذين آمنوا و هاجروا و جاهدوا باموالهم و انفسهم فی سبیل الله. مثلا این جامعه ایمانی رو من اگه بخوام توصیف کنم، یه دسته اینا هن. باور کردن، به خاطر اون باورشون حاضر شدن هجرت کنن، ترک کنن مکان خودشون رو و به سمت ولی الهی حرکت بکنن. و جاهدوا باموالهم و انفسهم، و مبارزه کردن با مالشون و جانشون فی سبیل الله. یه دسته دوم و الذین آووا و نصروا، اون کسایی که پناه دادن و نصرت کردن. اینا میشن اون مردمی که سرزمین برای اینا بوده، اینا با هویت ملت و جمعشون اومدن پای کار. اونا تک تک، شما از 100 تا مثلا قوم و قبیله ممکنه افرادی مهاجرت کرده باشن، ولی اینا افرادی هستن که الذین آووا و نصروا اولئک بعضهم اولیاء بعض. بین اینا یه پیوند ولایی وجود داره که اصلا جامعه ولایی که میشه اون زیربنای امت از قسم انصار و مهاجرین. والذین آمنوا ولم یهاجروا. چرا ما میگیم هجرتی بحث به شدت راهبردیه؟ چون در ادبیات قرآنی خیلی روش اصراره و اگر به این سمت نرن مؤمنین، که اصلا داره از مزیت‌های خودش برای کسی که ایمان آورده اما هجرت نکرده به صورت رسمی. یه موقعی شما میگی من تحویلش نمیگیرم، یه بحثه. یه موقع میگی اصلا من باش ولایت ندارم، یعنی اون ویژگی اصلی که ایمان بیاره ولایت داره رو من ازش نفی میکنم. ما میگیم وقتی این رو نفی میکنه میفهمیم که هجرت خیلی راهبردیه. والذین آمنوا ولم یهاجروا ما لکم من ولایتهم من شیء حتی یهاجروا. اگه کسی ایمان بیاره هجرت نکنه، شما اصلا ولایت نداره تا اینکه هجرت بکنه. رسما داره آیه
تصریح میکنه نسبت به این قضیه. حالا این اشاره و ان استنصروکم فی الدین، اگه اینایی که هجرت نکردن از شما نصرت و یاری خواستن در مورد دینشون، یعنی در اون نقطه‌ای که هستن داره آسیب به دین و اون سرمایه اصلی میخوره، فعلیکم النصر، کمک کنید. اما اگر در بین این کمک شما یه قومی که مؤمن نیست ولی میثاق باش دارید با اینایی که مؤمنن ولی هجرت نکردن، شما اون قومی که میثاق دارید رو برای اینها اولویت بدید. الا علی قوم بینکم و بینهم میثاق، یعنی پیمان انسانی و بشری رو بر تعهد ایمانی نسبت به کسی که هجرت نکرده داره اینجا باز اولویت میده، که خب این خودش یک حرف خیلی مهم در نسبت با مجموعه‌های بیرونیه که حالا مصادیقی هم ما تو همین 40 اندی سال هم داشتیم. والله بما تعملون بصیر. که حالا خب این یه آیه از باب نسبت مهاجر، نسبت انصار و مثلا اهمیت داستان مهاجرین. سوره مکه 8 رو بیارید، صفحه 500 و خدمت شما عرض کنم 46. باز اینجا خدای متعال بعد از فیئی که در مواجهه با کفار اهل کتاب در جنگ بنی نذیر به دست اومده، حکم فی رو اینجوری میفرماد: للفقراء المهاجرین، آیه 8 صفحه 546. للفقراء المهاجرین، این پولی که دستتون اومده مال فقرای مهاجرینه. اینا کیان؟ تعریف مهاجرون قیودی که گفتم یکیش اینجاست: الذین اخرجوا من دیارهم و اموالهم، اخراج شدن، مثلا اینا نمیتونستن اونجا بمونن دیگه، امکان ماندن اونجا نبود، اخراج. کلا داستان اخراج از دیار یکی از کلیدواژه خیلی مهم قرآن کریمه که ما شاید مثلا یه موقعی میگفتیم خب حالا این احتمال مال اون موقع بوده، اون تو وقتی الان نگاه میکنیم پدیده‌های سیاسی اجتماعی میبینیم نه، خود اخراج از دیار یه چیز خیلی جدی و ظاهرا تاریخیه که پیوسته هم هی تکرار میشه. حالا اینا کسایی هستن که اخراج شدن از خانه هاشون و از اموالشون، یبتغون فضلا من الله و رضوانا، اینا دنبال فضل خدا هستن، دنبال رضایت خدا هستن. تا اینجاش یه آدمی که در یک کشوری در یک منطقه‌ای نمیتونسته درست زندگی کنه، دنبال فضل و لطف خدای متعال بوده. منتها ویژگی بعدی که میفهم و ینصرون الله و رسوله، اینا اونایین که میان نصرت میکنن خدا و رسول رو. اولئک هم الصادقون، که ما در مورد هجرتی که مهمترین بحثمون بحث صدق در همراهی با اون طرح آرمان و اون حرکت و نهضته که بالاخره بعضی‌ها شاید با عوامل دیگه و اهداف دیگه هم بیان. بعد تو نقطه مقابل باز میخواد وقتی انصار رو بگه میگه والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلهم، اون کسایی که باز کردن دار را، تبوؤوا یعنی آماده کردن خانه را، و فضای ایمان را من قبلهم، یعنی قبل از اینکه اینا هجرت کنن. که باز این توصیف در مورد انصار خیلی توصیف مهمیه، یعنی اینا دارن با همراه شدن عملا یک ملت و یک مردم، اینا فضا برای خانه، فضا برای استقرار و فضا برای ایمان را اینا فراهم کنن. یعنی اگه یه ملتی نیاد پای کار، اصلا فضا برای اینکه آزادی خواهان عالم یه جا جمع بشن که وجود نمیاد. نه، اینا افرادی هستن که تبوؤوا الدار والایمان من قبلهم، ویژگیشون هم چیه؟ یحبون من هاجر الیهم، اینا خیلی دوست دارن اونایی که به سمت اینها هجرت میکنند را. یعنی انصار ویژگیشون اینه که مهاجرین رو کاملا دوست دارن. ولا یجدون فی صدورهم حاجتا مما اوتوا، تو آیه قبلی غنیمت بزرگی داده شد به فقرای مهاجرین. میگه انصار اینجوری ان که از اون چیزی که به اونها داده شد احساس نیاز نمیکنن، یا آکاشون پول میاد سمت ما. درسته که به خاطر همراهی اینا الان یه حاکمیتی شکل گرفته، یه فرصتایی به وجود اومده، یه غنیمتی وارد جامعه اسلامی شده، منتها اینا اینقدر به مهاجرین علاقه دارن که اصلا تو وجود خودشون احساس نمیکنن که اون چرا به اونا دادی به ما بده. و یؤثرون علی انفسهم، و حتی ترجیح میدن اونها رو به خودشون، ولو کان بهم خصاصه، هرچند که به اون نیاز داشتن. میخوام بگم نسبت انصار و مهاجرین هم به شدت داره تنظیم میشه که انصار براشون باید یه تصویری شکل بگیره که آقا شما باید اصلا میدون رو بر اونها واکنید، به سمت اونها برخی از امکانات بره. و من یوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون، هر کی تونست این افسار نفسش رو بگیره، این حالت حرص و آز خودش رو کنترل کنه، او مفلحه. که حالا در ادامه باز یه حالت واجب داره یا توصیه داره؟ نه، این ازش
وجوب در میاد. حالا با مجموعه اتفاقات، ما با یه آیه که نباید اکتفا کنیم، با این آیه و مجموعه قرائن دیگه قرآنی و بعد سیره‌ای که اتفاق افتاده و بعد توبیخاتی که مثلا رسول نسبت به اونایی که از این فضا سرباز زدن، ما ازش این که بعد انصار این کار رو بکنن. در ادبیات فنیش درست اخبار داره میده، اون تا اخبار در حالت انشاء، مثل اینکه بنده برگردم بگم آقا شاگرد خوب اونیه که الان دارم حرف میزنم جزوه بنویسه دیگه. این حالا اگه طرف اندک عقل و اندک چیز داشته باشه، آقا جزوه نیست من داری نگاه میکنی. خب اینم داریم میگیم انصار اینجوریان که اگه مثلا یه همچین پولی بیاد و اینا ترجیح میدن و فلان، یعنی اگه تو واقعا میخوای یاری کنی، تو واقعا میخوای تو این بازی باشی، باید اینجوری باشی. این باید ازش فهمیشه تو همون حتی ادبیات فقهی. خب حالا اینجا آیات زیاده، من به همین اکتفا میکنم. من محور دومم خدمت شما عرض میکنم، تیترم خودم میگم که از زمان استفاده کنیم، بعد محور دوم باز خدمتتون هستم اگه سوالی. محور دومی که مطرح شده بود این بود که حالا این مفهوم هجرت و جایابی که خیلی مختصر عرض کردم نسبت به مقاومت چی به عنوان یک کلیدواژه‌ای که هم ما امروز خیلی برام پر بسامد و پر ابتلاء، همین که اصلا ما در تجربه زیسته این سالیانمون داستان محور مقاومتمون به داستان هجرتمون خیلی گره خورده. یکی دو تا جمله اینجا عرض کنم. اولا ما کلیدواژه مقاومت رو تو قرآن نداریم. 3 تا مفهوم هست. این مفهوم‌ها اگه دقیق بشه اولا میفهمیم مقاومت چه نقطه‌ای. مفهوم اصلی که در ادبیات قرآنی از نقطه صفر جاهلی و مکی که شما اصلا کسی به هنوز ایمان نیاورد و هنوز قوتی نداری تا انتهای مدینه که دست شما نکنه، شما تونستی در یه قسمتی از زمین کاملا اشراف پیدا کنی و کاملا اقتدار پیدا کنی. اون چه مفهومیه؟ مفهوم محوری اون جهاده. به ادبیات فارسی میشه مبارزه. آقا این رو توی کتاب همرزمان حسین خیلی دقیق و جدی توضیح میدن که جهاد به معنای تلاش نیست، به معنای قتال و جنگ نظامی هم نیست، به معنای تلاش در برابر دشمنه. یعنی هم از تلاش و کوشش یه قید بیشتر داره، هم از قتال یه قید کمتر داره. یعنی تلاش در برابر دشمن میشه جهاد، مبارزه. حالا ممکنه این مبارزه من با شمشیر باشد، ممکنه این مبارزه من با کار علمی باشد، ممکنه این مبارزه من با کار فرهنگی باشد. شما در هیچ صحنه‌ای نمیتونی تصویر کنی که مبارزه نباشد. برای همین وقتی این راهبرد قرآنی رو آقا فهم میکند، میره در سیره اهل بیت میگه مگه میشه اهل بیت به قرآن عمل نکرده باشن؟ پس من باید سیره اهل بیت رو با این کبرای قرآنی راهبرد قرآنی یه جوری دیگه ببینم. تصویرم از اهل بیت نباید این باشه که علمایی بودن مثلا صادقین علیه السلام که از سایر اهل بیت هم فرصت بیشتری داشتن، مثلا میشستن شبیه مراجع ما مثلا 4000 تا شاگرد داشتن، مثلا درس میدادن، بعد مثلا نکته اخلاقی مثلا این خبرا نیست. میاد میگه انسان 250 ساله اون نخ تسبیح چیه؟ مبارزه است. بعد اسمشو میذاره مبارزه تشکیلاتی پنهان. عملاً داره کلیدواژه تقیه رو بازگشت به کلیدواژه جهاد میده که ما جالب است تو روایاتمون که معناشناسی تقیه شده اونجا به آیات جهاد اشاره شده که در واقع وارد معانی باطنی جهاد شد. پس ما گسترده ترین کلیدواژه‌ای که داریم جهاده. جهاد یه موقعی در فضای مکی خودش رو اینجوری نشون میده، مبارزه، که خدای متعال به رسول میگه ذرنی والمکذبین، آقا رهاشون کن، اصلا بهشون کار نگیر، و اهجرهم هجرا جمیلا واصبر علی ما یقولون. خب رسول امکانات دیگه ای نداره، بس صبر کنه. یه جا به این نقطه میرسه جهاد که هجرت کن، از مکه پاس برو مدینه، مبارزه الان به هجرت است. یه جا به این میرسه که ولا تطع مثلا مکذبین و دولو تطنو، همین که تو حرف اونا رو گوش نکنی مبارزه داری میکنی. اقل 3-4 برابر کلیدواژه جهاد داریم. جهاد هم استعمال شده و ادعای ما اینه که بسیاری از استعمالات جهاد در فضای مدینه با قرائن سیاق به معنی قتاله. منتها چون ادبیات قرآنی به شدت ادبیات ویژه و معجزه‌گونی، اونجا لفظ جهاد میومده که معانی باطنی دیگری هم بتونه تحمل کنه. منتها خود لفظ قتال در ادبیات صور مدنی خیلی پررنگ میشه. قتال یک قسمی از جهاد است. خب اینی که گفتیم عملا میشه مسیر اصلی شما مبارزه است، که حالا یه جایی به شما میگه قتال کن، یه جایی میگه با اهل کتاب فعلا
مدارا کن، مثلا با اون مشرکین قتال کن، یه جا اصلا با اهل کتاب هم میگه قتال کن. اینا به اقتضا دستورهای متوالی مسیر کلی مبارزه است. یه ادبیات دیگه‌ای داره میگه در این مسیر مبارزه استقامت کن. فاستقم کما امرت. لو استقاموا علی الطریقه، اگه اینا استقامت کنن بر این مسیر، میگه استقامت بر یه چیزی. طرح چیه؟ طرح کلا مبارزه است. اصلا شما مبارزه نمیتونی خارج بشی. که حالا با ادبیات قرآنی گام به گام این طرح برای توضیح داده. اینجا باید اینجوری مبارزه کن، اونجا باید اونجوری مبارزه کن. تو کل مبارزه میشه طرح اصلی، جهاد میشه طرح اصلی. پیوسته کلیدواژه‌های شبیه استقم، کلیدواژه‌های شبیه ثبت اقدامن. اصلا شما به همین کلیدواژه ترجمه ثبت اقدامن یعنی چی؟ ما داریم یک مسیری رو میریم، داریم گام‌هایی برمی‌داریم، گام‌های ما رو با ثبات بکن. خب اون مسیر چیه؟ مثلا مبارزه است دیگه. یا مثلا فرض کنید ربنا افرغ علینا صبر. خود کلیدواژه صبر برای کسی که مبارز و مجاهده، یعنی در این مسیر من بتونم ادامه بدم. ما کلیدواژه اصالیمون در ادبیات قرآنی مبارزه است. در ادبیات امام و آقا تا حدود سال 85-90 مبارزه است. شما برید پیام قطعنامه امام رو بخونید یا مجموعه ادبیات‌های دیگری که از امام و آقا وجود داره، به شدت تو کلیدواژه مبارزه. اتفاقی در پدیده خارجی به وجود اومد، اونم این بود که البته من نمیگم مقاومت به کار نمی‌بردن و مثلا حضرت امام سال 67 شکل‌گیری هسته‌های مقاومت رو مطرح می‌کنه. این مثلا اونجا خودش کلیدواژه هسته‌های مقاومت رو اون تا در ادبیات امامین انقلاب مبارزه از مقاومت پربسامدتر. اون تا ما میرسیم به یک واقعه خارجی در بحران سوریه که اونجا میخواد اسم گذاری بشود. اون اسم میشه مقاومت. من یادم توفیق داشتم این مباحثمون که مکتوب کرده بودیم 5-6 جلسه خدمت شهید بزرگوار امیر عبداللهیان سال 98 بود، مثلا 99 بود. ایشون موقع تو مجلس بودن، بین الملل مجلس بودن. با ایشون که وارد مباحثه شدیم، یه نکته که ایشون میگفتش که ایشون هم مطرح کرد، ما مثلا دوست داشتیم این بحثو ولی ایشون مطرح کرد، گفت نامگذاری محور مقاومت به نظر ما اشتباهه. ما واقعی می‌خواستیم بگیم، بعد میگفتیم محور جهاد، محور مبارزه. اون تا کلیدواژه جهادی و مبارزه و اینا، خصوصا جهادی در ادبیات منطقه کلیدواژه دیگری است، میره به سمت تکفیری، میره به سمت داعش. و ما اینجا مقاومت، و بعد میگم مقاومت به مخاطبی که ما میخوایم همراهش کنیم حس انفعال میده، در حالی که مبارزه حس حرکت رو به جلو میده. و حتی ایشون از ما خواستش که مثلا شما فکر کنید ببینید واقعا چه کلمه دیگری، چون اون موقعی بود که دیگه خیلی داشتین کلیدواژه کم کم. اما تا در واقع خارجی الان یک اسم روش گذاشته شده. حالا تو این عرض آخرم اینجا این باشه که این منطق مبارزه، این مسیر مبارزه همونجور که تون بالا عرض کردم به شدت بند راهبرد مهاجرته. راهبرد مهاجرت رو اگه بخوام با یک کلیدواژه نسبتش رو با مبارزه مشخص کنم، راهبرد اصلی برای جذب نیروی انسانی نخبگانی مبارزه است. یعنی شما وقتی ملتی پای کار اومد، اون ملت که اومده پای کار، این ملت و قوم برای اینکه اون تحقق آرمان جهانی شکل بگیره کمه. یک راهبرد داره، اونم این که همه نخبگانی که، همه فعالانی که، همه افراد با عرضه‌ای که میتونن به این آرمان اضافه شن را دعوت کنن. این میشه در ادبیات قرآنی هجرت. یعنی هجرت اون ظرفیتیه که دین باز کرده تا به صورت خیلی ویژه بتواند از تمامی نیروی انسانیایی که در مسیر اون آرمان و اون هدف میتونن کمک بکنن بهره ببره. خب من عرضم اینجا تموم، در حد 10 دقیقه یه رو دیگه من بحث دارم، تا هفتم بیشتر خدمت دوستان نیستم، برای همین اگه مختصر نکته هست در خدمت. بیشتر بهره ببریم. من فقط یه 2 نکته اضافه کنم، چون محور سوم و چهارم هم یه 2 تا پرسش داشته باشه. بله سوم چهارم که اگه بفهمید وارد میشه. فقط من اینجا با توجه به تولید ادبیاتی که اینجا شد، یک نقل قولی از شما می‌دیدم که هدف از اندیشکده راهبری برهان رو ذکر کرده بودید در لایه سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی از طریق تولید محتوا و گفتمان عمیق دینی هست. همین مباحثی که الان در 2 محور
محضر شما بودیم در این زیر وقت، به نظر شما چقدر در لایه حکمرانی و سیاستگذاری و حتی پیشتر در چرخه سیاستگذاری در جمهوری اسلامی بهش بها داده میشه یا آن چیزی که ما گمان میکنیم چیزی دیگری است؟ این دو عرصه رو اگر برای ما توضیح بدید. این از این نکته برای دو تا محور باز دوستان اگر سوال داشتن از شما بپرسیم. برای محور سوم بحث سیاست‌های مهاجرتی جمهوری اسلامی مبتنی بر الگوی هجرت قرآنی، به نظر شما چطور می‌توانیم یک سیاست‌های مهاجرتی رو طراحی بکنیم که مبتنی بر الگوی هجرت قرآنی هم به منافع ملی اینجا تامین بشه و هم حقوق مهاجرین ایفا بشه؟ میخواید اگه این دو پرسش رو پاسخ بدید یا اگه یادداشت می‌کنید محور چهارم من بپرسم. چهارم بفرمایید. و برای محور چهارم نشست بحث نقش آفرینی مهاجرین افغانستانی که باز در همون راستای الگوی هجرت و طرح مقاومت طرح شد که در دو فراز محضرتون بودیم. مهاجرین به نظر شما چطور میتونن به عنوان یک نیروی مثبت در جامعه ایران عمل کنن؟ خیلی ممنون. خدا شما خیر بکنید. به نظرم اگه وارد محور سوم چهارم بشیم، دغدغه شما که حالا این مثلا ادبیات سازی در فضای حکمرانی چجوری میتونه امتداد پیدا کنه، یک کمی تو 3 و 4 پاسخ میگیره دیگه، چون داریم وارد تطبیق میشیم. من 3 و 4 رو عرض کنم، اگر باز ابهامی موند من نکته شما رو باز تکمیل میکنم، اگرم با خود همین توضیحاتم رفت شد. که تو بحث سیاست مهاجرتی جمهوری اسلامی مبتنی بر الگوی هجرت 3-4 تا جمله عرض کنم. جمله اول این که ما هویت نهضتی و امتی جمهوری اسلامی از ابتدای انقلاب اسلامی روز به روز به نفع هویت رسمی و دیپلماتیکش کمرنگ شد. میگم ما حالا اگه بخوایم مثلا با ادبیاتای کم روابط بین الملل و اینو صحبت بکنیم، ما در ادبیات قرآنی اون مجموعه‌ای که قیام میکنه، اون قومی که پای کار میاد، اون سرزمین رو میگیره، حاکمیتی شکل میده، به شدت بازیگر نامتعارفه. بازیگریه که نظم موجود رو داره به هم میزنه، بازیگریه که هویت‌های رسمی رو اینقدر نپذیرفته و داره با یه هویت نهضتی و امتی به صورت غیر رسمی همه مردم را دعوت میکنه به طرح خودش. مثلا شما مذاکرات قانون اساسی رو ببینید، اون جایی که شهید بهشتی وارد بحث میشه سر این که میخوان یه بندی اضافه کنن که اگر در یه مثلا ملتی، در یه دولتی، مردم یه سرزمین اینا قیام کردن برای مثلا دولت ظالم خودشون، ما بریم حمایت یا نریم حمایت. خب آخرش مثلا این بند رو اینجوری میذارن که ما از حقوق ملت‌ها حمایت خواهیم کرد. خب این کاملا در ادبیات مثلا دیپلماتیک رسمی شما با هویت دولت‌ها روبروی، دولت‌ها را باید شما به معنای بداری کنی. نه، میگیم آقا اگر در یه مثلا دولت ظلم و جوری مردمی بودن، گروهی بودن، این حتی ما تو قانون اساسیمون آوردیم. و در ابتدای انقلاب شما میبینید مثلا ادبیات رسمی امام اینه که آقا هسته‌های مقاومت شکل بدید. یه جا میگن ما مثلا دژ مستحکمی هستیم که تمام مستضعفین عالم بیان اینجا آموزش ببینن که برن بر علیه مثلا مستکبرین خودشون قیام بکنن. این ادبیات خیلی پررنگ بوده، این ادبیات به شدت افت کرده. فقط هم تو بحث هجرت نیست، یعنی در لایه‌های دیگر ما هم طبیعی زمان هم هست. یعنی هر چقدر زمان میگذره شما معمولی‌تر و رسمی‌تر و دیپلماتیک‌تر میشی و فضای نهضتی و امتی تضعیف میشه. این یه نکته دوم این که در این ادبیات امتی و نهضتی به شدت ادبیات دعوت پررنگه. من اگه بخوام دقیق ترم بگم، دعوت که نه، توبیخ برای کسی که نیاید. یه موقعی من مثلا یه اعلام میکنم، میگم هر کی بیاد اینجا رو سر ما جا داره. اینو نمیگم، میگم اگه کسی قائل به رب واحده، به اله واحده، به طرح الهی نیاد، ولایت نداره. همین آیات سوره مبارکه انفال که خوندیم، این دعوت نیست، فراتر دعوته، توبیخ به کسی که نیاد. میگم این ادبیات هم در باز فضای قرآنی به شدت پررنگه. حتی تو اون فضاهایی که مهاجرین محاصره شدن نمیتونن بیاد، نسخه داده. یعنی اینقدر این براش مهمه که آقا همه پاشید بیاین، یه جا پرچم توحید برافراشته شده، هر کسی که خدای یکتا رو قبول داره باید بیاد اینجا، بعد در چرخیدن چرخ اینجا کمک بکنه. پس این نکته دومیه که تو فضای سیاست گذاری وجود داره که کاملا باید ادب، مثلا فرض کنید لوازمش این میشود که اصلا
رایزنی‌های ما در مثلا کشورهای مختلف باید مسئلهشون میشده که ما کیا رو انتخاب کنیم بفرستیم در مثلا مملکت اسلامی که اونا به درد مثلا این نیاز میخورن، اونا به درد اون نیاز میخواستن. با این نگاه باید میرفته، با نگاه به حالا جالب شما تو نسخه غربیش نگاه بکنید تقریبا تمام این راهبردهای قرآنی رو دارن عمل میکنن. یعنی این که برای مجموعه حرکتشون بهترین ها را بیاورن، دعوت بکنن، زیرساخت ایجاد بکنن، کاملا فضا سازی کنن که اصلا اونجا نری انگار که تو به هیچی نرسیدی. این ادبیات هایی که باعث میشه که واقعا بسیاری از نخبگان کشورهای مختلف به سمت غرب تمایل پیدا کنن. میخوام این ادبیات قرآن خیلی پررنگه. در فضای شاخص ما دو تا کلیدواژه‌مون خیلی پررنگه. یک کلیدواژه سبق در هجرته که خودش مهمترین شاخص برای فهم خلوص مهاجرینه. کنید در نقطه ابتدایی حرکت و نهضت وقتی که هنوز ما به استقرار نرسیدیم، هنوز امکانات نداریم، هنوز صحنه روشن نیست، کسی که می آید خیلی جایگاه ویژه تری داره تا ما بعد بدر، بعد احزاب، بعد مثلا فتح مکه حالا یه کسی میخواد بیاید. اصلا ادبیات قرآن کریم بعد فتح مکه اینه که و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا. دیگه اونجایی که تو رفتی مثلا واشنگتن و فتح کردی که همه دارن میان، اونجایی که تو رفتی مثلا تل آویو گرفتی که خب دیگه همه به سمت تو میان. اونجا خیلی سخت‌تر است من بگم حالا اینایی که اومدن همه به خاطر اون نگاه توحیدی اومدن یا به خاطر اغراض دیگه. اون تو گام‌های اولی اگه کسی بیاد که حالا ما در فاز جمهوری اسلامی هنوز تو گام‌های اولیم، حتی وضعیت جمهوری اسلامی طوریه که ممکن است با اغراض دیگری بیان. اون تو اگر کسی بین مثلا جمهوری اسلامی و ترکیه، بین جمهوری اسلامی و نمیدونم سوئد، بین انتخاب بکنه، این خودش هنوز تو گام‌های قبل فتح، هنوز تو گام‌های قبل احزاب، یعنی در گام‌های ابتدایی فهمیشه. پس سبق در هجرت از سابقون الاولون من المهاجرین. و این نکته هم امتحانه در بحث هجرت که ما باز تو سوره که ممتحنه که اگه من یه سوره رو بخوام بگم که متمرکز بر تصویرسازی مبارزه است، یعنی اصلا مبارزه رو میخواد تو ادبیات قرآنی کل چارچوبش رو بگه، سوره که ممتحنه است از آیه 1 تا آیه 9 داره کامل در مورد مبارزه و ابراهیم به عنوان الگوی مبارزه کجا بود و مبارزه باید با کی باشه و کی دوسته کی دشمنه. مثلا یه تصویر شبیه جنگ جهانی در نظر بگیرید که داره میگه آقا متفقین کیان، متحدین کیان، تو با کی پیمان راهبردی می‌بندی، با کی میتونی فرای پیمان راهبردی، معاملات اقتصادی. فضا کاملا فضا خطبندی و مشخص شدن دوست و دشمن در مبارزه است. تو همچین سوره‌ای که اینقدر بحث مبارزه پررنگه، شما می‌بینید در آیه 10 داستان مهاجرینی که گفتن ما میایم تو حرکت شما مطرح میشه. یا ایها الذین آمنو اذا جاءکم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، شما اونا رو امتحان کنید. یعنی اگر کسی اومد هجرت کرد گفت من میخوام با شما باشم، اون رو امتحان کنید. الله اعلم به ایمانهن، خدا البته بهتره. که حالا این آیات من الان تو مقام توضیحش نیستم، اون تا به صفحه بعد صفحه 12 اونجا حتی معیارهای چه چیزهایی را باید بسنجیم تا خیالمون راحت بشه این برای چی اومده به ما اضافه شدن هم میفرماید تو آیه 12 یا آیه نبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن بالله شیئا. مهمترین چیز که اون نگاه توحیدی و این حرکت شما که الان توحید خیلی جای توضیح داده، ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادهن ولا یاتین ببهتان یفترینه بین ایدیهن و ارجلهن ولا یعصینک فی معروف فبایعهن. اگه اینجوری بود بیعت کن. که تازه نگاه کنید داستان نیست اگه اینجوری بود بهش مکان بده، اگه اینجوری بود بهش بیعت کن. یعنی با این فرضی که تو میخوای بیای کمک کنی و با هم یه مسیر رو بریم، هم بیعت میکنیم. و اگه یه روزی هم زدی زیر بیعت، دیگه تو مهاجر قرآن نیستی، تو مهاجری که قرآن برای من تکالیفی معلوم کرده میگه مثلا این پوله برای فقرای مهاجرین، تو اون نیستی. که حالا محورهای این بیعت جالبه دیگه، توحید تا یه سری حقوق اجتماعی تا حق ولایت، ولا یعصینک فی معروف، از تو اسیان نکنن. یعنی ولی امر اگه چیزی گفت اونا کاملا همراهی بکنن. که حالا اینا کاملا قابلیت قالب سازی داره. یعنی ما
چون نمیایم روی ادبیات و این درگاه واسیم، اینجا نمیتونیم فرآیند تعریف کنیم. شما فکر کردید مثلا وقتی حالا مهاجر الان یک کلیدواژه مشترک بین پناهنده با مهاجری که ما داریم تصویر میکنیم، تا اون جایی که اونا میخوان پناهنده، یا حالا دقیقاً اونا هم به کسی که مثلا پا میشه یک نخبه ایرانی، نخبه افغانستانی، نخبه مثلا چینی پا میشه میره آمریکا، اونا پناهنده اینو نمیدونن، اونا کسی میدونن که جذب نخبگانی شده، اومده در مثلا چرخدندای ما میخواد یه باری رو برداره. یا خب اونجا هم چارچوب داره دیگه، چارچوبش اینه که نمیدونم 4 سال اول مثلا بهش پروژه میدیم، انقدر مثلا بهش پول میدیم، کارشو میبینیم، بعد بهش امکانات بیشتر میدیم. تو بسیاری از کشورها جزئیات این که کی میتونه مالک زمین شه، کی میتونه نمیدونم مثلا کاملا اینجا مثل یک شهروند. میخوام این گام ها کاملا قابلیت بازسازی داره که شما چه جوری برخی از اینا رو شما، ولی چون از اینجا شروع نمیشه خب طبیعتاً اصلا جلو نمیره. یعنی ما کنار اینکه اون تجربه غربی برامون مهمه، این عرض آخرم توی محور سوم بخوام یه جنبندی یه جمله عرض کنم، ما پذیرش مهاجرین رو با 2 محور تو جمهوری اسلامی ظاهرا باید دنبال کنیم. یه محور در راستای طرح نهضت، یعنی اگه کسی میتواند کمک سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، نظامی به نهضت بده، اینو اصلا باید بریم منت رو بکشیم بیاریم. خود او اگر نیاد توبیخ میشه تو ادبیات قرآنی، ما هم که اصلا بزنیمش رو سرمون. مثلا فرض کنید افرادی که تو بحران سوریه اومدن معروف شدن فاطمیون و مثلا زینبیون و اینا، شاید برخی از اونها مصداق این داستان حتما باشن که اومدن تو طرح نهضت، دارن یه بار روشنی برمیدارن، دارن کمکی میکنن. به تعبیری اینا تو اون صفبندی و مبارزه جهانی کاملا اومدن هجرت فیزیکی و همه چی دیگه، حبی و عملی و اینا کرد. یه محور دیگه این که ما تو اون لایه هم ظاهرا باید پذیرش مهاجرین داشته باشیم اینه که اگه فرد برای آزادی در دین به شما پناه آورد و خواست اینجا زندگی کند، اینم نمیتونید رد کنید. الان همین مصادیق سوره ما که ممتحنه که اصلا مهاجراتن، اینا اصلا نمیتونن بارهای سنگینی بردارن. یعنی کسی که تحت ظلم و استضعاف بوده، اگر کسی به خاطر اینکه نمیتواند در جایی درست دینداری کنه اومد به اون جایی که پرچم توحید اومده، حق نداری شما راست ندی. اینم میشه جنبه دوم. برای همین شاید بسیاری از افرادی که دیگه اینا تو ادبیات ما الان پناهنده از طرف مثلا در افغانستان بوده، وضعیت به نحوی شده که نمیتونه دیگه اونجا زندگی کنه. حتما این جمله رو قبول ندارم، اون چون زیاد میشنم، مثلا بعد از اینکه طالبان اومده ما شیعه اونجا نمیتونیم زندگی کنیم. حالا فرض کنیم جمله درسته، یعنی با طالبان دیگه نمیشود اونجا دینداری کرد، نمیدونم شیعه اونجا زیست بکنه و اینا. اگه یه فردی در این مضیقه قرار گرفته به کشور اسلام پناه برده، شما حق نداری به این پناه ندهی. و اینم در ادبیات قرآنی مهاجر است و در ادبیات قرآنی اینم بسیار از مزایا و زیرساخت‌های مهاجر رو میپذیره. یا به 5 تا محور ذیل سیاست مهاجرتی، تو اون داستان انتهایی هم که مهاجران افغانستانی چه نقش آفرین، اینم یه جمله عرض کنم و دیگه باز اگه نکته‌ای بود در حد 4-5 دقیقه در خدمت. میگم نکته اول 2 تا محور اینجا پیشنهاد دادم. محور اول اینه که خود کار رو این ادبیات خیلی میتونه مهم باشه. نگاه کنید خود حضرت آقا به شدت فردی هستن که گفتمان سازی رو بند ادبیات سازی میکنم. مثلا تو همین صحبت مهمشون در مورد سوریه، مثلا اولش گفتم من نمیخواهم تحلیل کنم، من میخواهم تبیین و ترسیم کنم. خب حالا مثلا یعنی چی تبیین؟ فرقش با تحلیل چیه؟ مثلا خود این که شما از کلیدواژه استفاده کنید، اونو باید توضیح دادن 3-4 خط بعد واسه این خیلی مهمه. یعنی کلیدواژه ها شبکه معنایی خودشون رو میارن. ما وقتی که میگیم مثلا اینجا هجرت و قتال و دعوت 3 تا رکن اظهار دین حقه، این کله من شما مثلا یه افق متفاوتی وا میکنه که یه لوازم و گام ها میگم واسطادن رو خود این ادبیات و تلاش کردن برای اینکه این ادبیات به یک معنایی توی حداقل یه لایه‌هایی مستقر بشه، خیلی کمک میکنه به جایگاه سازی برای مهاجرین. یعنی چون ادبیات قرآنی جایگاه فوق‌العاده‌ای برای مهاجرین قائل شده که ما تقریباً به جز مثلا استثناءات خیلی مختصر
تو فضای عملی هیچ وقت این ظرفیت رو در خود جمهوری اسلامی ایران ندیدیم. یعنی از امام و شهید بهشتی و بزرگان ابتدای نهضت این ادبیاتی کامل داشتن، کاملا هم دعوت میکردن، کاملا هم جایگاه میدادن مهاجرین. ما در ساخت سیاسیمون به عنوان عرض کردم یکی از ارکان هیچ وقت دیده نشد. یعنی شما 2 تا رکن داره حرکت سیاسی اجتماعیتون، یکی مهاجرین که انصار، هیچ وقت اصلا بهش انقدر وزن داده نشد. مثلا شما الان در فضای سیاسی اجتماعیتون مثلا اصولگرا نمیدونم اصلاح طلب داری، در ادبیات قرآنی عینکی که اون میگه اصلا این نیست تقسیم. شما انصار داری، مهاجرین داری که هر 2 تا کلمه به شدت بار معنایی دارن. مثلا اگه بخوایم الان ما به ازابرش بسازیم، مثلا آقا میگه نگید اصولگرا، بگه انقلابی غیر انقلابی. کن انقلابی ترجمه‌ای از انصاره در واقع، یعنی کسی که داره بار حرکت انقلاب را میپذیره با کسی که با اون همراهی نمیکنن. یعنی خب این ادبیات سازی خیلی مهمه. پس عرض این ادبیات سازی شما واسطادن برای اینکه ابتداً تلقی کنید، باید سعی بکنید این رو توی فضای گفتمان بکنید، مثلا خیلی میتونه موثر باشه. نکته دوم اینه که ما با یه پدیده‌ای روبرویم که حالا احتمالاً خود دوستانم متوجهش هستن و مثلا شاید این سلسله جلسات با اون دغدغه شکل گرفته، اینه که 2-3 تا گسل وجود داره که هر آن امکان داره به شدت ما در اون فضا هزینه ببینیم. یکیش خب گسل اتباع که خصوصا با تغییر دولت هم این امکان فعالتر شده و هر آن امکان داره که ما دوچار این بشیم که مثلا از این 6 تا 10 میلیون که حالا متفاوت هم تخمین زده میشه یه تقابل جدی با فضای حاکمیت و مدنیت شکل بگیره. و خب از اینی که قسمتی از جامعه حالا تو اون فضای 2 قطبی و شکافی که داره دشمن دنبال میکنه بین قسمت اتباع جامعه با قسمت مثلا بومی جامعه اختلاف جدی تا اینکه اینها بخوان مثلا ضربه هایی به حاکمیت بزنن، این خب کاملا که سناریوی محتملیه که نفرت پراکنی که ما تو این چند ماه هم نسبت به اتباع داریم میبینیم، زنده کردن بعضی از اتفاقات سالیان پیش به عنوان چیزی که انگار امروز اتفاق افتاد و اینا، هر کسی که یک کوچولو توجه داشته باشه رو میبره به این سمت که احتمالاً یکی از اون بازی‌ها اینه. یعنی ما یا فتنه جدیدمون بر این بنا خواهد شد، یا بر فضای مثلا دوباره قومیتی مذهبی بنا خواهد شد، یا بر فضای اقتصادی بنا خواهد شد. 3-4 تا چیزی که احتمال که اونجا بشه و حتما هم به نظرم از حجاب درگیریش جدی‌تر خواهد بود. حجابی که سال 1401 روش فتنه رفت واقعا مسئله بیش از 1-2% جامعه ما نبود، مسئله طیف خیلی کوچیکی بود و این نامسئله رو تونستن تا یه حدی مسئله بکنن. تا اینجا واقعا مسئله جدی، یعنی شما با یه طیف وسیع که حالا عرض بنده اینه که اگه ما یه وقتی خدای متعال به دوستان توفیق بده بتونن یه ادبیات متفاوتی اینجا شکل بدن، یه دفعه شاید حالا هم عقلانیت حاکمیت و برخی از مسئولین هم گفتمانسازی تو راه بدنه مذهبی و مؤمنین این تهدید رو ما بتونیم توی لایه تبدیل فرصت کنیم. یعنی شما با یه دارایی روبرو هستی، حتی همین هایی که الان در داخلن که هر 2 تا طیفش، یعنی اون طیفی هم که نمیتواند بار سنگینی بردارد اون تا واقعا به خاطر حفظ دین آمده، اونم داره در پازل الهی کاملا برای شما یه قسمی را پر میکنه و به خاطر آمدن او خدای متعال به شما توجه، نصرت، تأیید اینها خواهد فرستاد، چون خود خدا گفته تو باید اینو بر عهده بگیری، پس خود خدا هم حتما صحنه رو با حضور او پیش خواهد بود. خب این ادبیات سازی ممکنه کمک بکنه اگر شما بتونید یه فضای جدی داشته باشید که شاید برخی از تهدیدها. آخرین جمله هم این که مهاجرین، این که میگم میشه تبدیل فرصت کرد، آمادگیشون برای هزینه دادن خیلی بیشتره. تو ادبیات قرآنی هم به نظر میرسه یکی از ارکانی که اینقدر به مهاجرین فضا مثبت و اینا اینه که کسی که بالاخره ترک کرده وطن و بسیاری از اموری که باعث زمینگیر شدن، باعث چسبیدن به دنیا اثاقلتم الی الارض میشه، راحت تر میتونه وارد طرح خدای متعال برای قتال و مبارزه و درگیری و هزینه دادن بشه. از این باب یه آمادگی اولیه بالقوه جدی‌تری هم اونجاست. عرض می‌کنم.
استاد تقی‌زاده بزرگوار اگر اجازه باشه از دوستان دوستان بگیریم. در خدمتم بفرمایید. علیکم السلام. خواهران مقدم. همین صحبت که می‌کنیم رو مسئولان قبول دارن که جمهوری اسلامی در است اگر این هم مانده هم مثلا شما روی قانون اطلاق و حجاب می‌دونید که مثلا حتی افرادی که شاید به این جهت دارن مثلا مسئله مطرح می‌کنن که اگر یک مهاجری اومد تذکر حجاب داد چه رفتاری بشه، مثلا این نوع قانون وضع کردن اون در واقع حکمی که خدا برای ما گذاشته سر تذکر دادن و از شما قرار می‌کنه مثلا من به یک تعبیر استعمالیتی می‌کنم از این قضیه. ما وقتی بخوایم بگیم که نه شما مهاجر فقط میتونید به مهاجر تذکر بدید و مثل اینه که همه چیز رو دید ملیتی بکنیم دیگه، حتی اسلام هم بیا ملیتیش بکنیم. مثلا میگم که این شما چطوری تفسیر می‌کنید و اینکه ما حتی توی همین ادبیات افرادی که خیلی شاید نزدیک به دیدگاه امتی باشن هم ما لفظ اتباع بیگانه رو زیاد میشنویم. یعنی حتی شما تو متن قانون خیلی پره دیگه این قضیه و اینکه ما الان در جایگاه و تبیین بیشتر برای بزرگوارانی هستیم که این مسائل رو قبول ندارن. ماها که همه اینها رو میدونیم. مسئله اینه که چطوری اون بدنه جمهوری اسلامی که مدیران میانی که تصمیم ساز هستن اینقدر نگاه ملی‌گرایانه نژاد پرستانه بعضن به همه قوانین دارن که شما حتی اگر از فاطمیون هم باشی با اون رفتار رو میکنن که با یه غیر مجازش میکنن بعضن. اینه که به نظر ما باید این مسئله رو بیشتر از این که به خود حالا بگیم که یعنی اون تکلیفی که بر مهاجران هستش و خدا قائل شده من هم منتظرم ما هم باید از اون جهت نگاه بکنیم، ولی حس می‌کنم خیلی بیشتر نیاز هستش که ما این صحبت‌ها رو ناظر به خود همون جامعه انصار بکنیم که شما انصار به ما و انصار چه رفتاری کرده بودید. درست. دست شما جسارت بکنم فکر می‌کنم فرمایش خواهرمون از این لحاظ که این بستر همین ادبیات قرآنی حالا شما در فرمایشتون بود این بحث ادبیات نهضتی و امتی متأسفانه یک گفت و خیزی داشته، یعنی ناظر بر اینم هست که چالش‌هایی هست که سبب میشه این داستان بله. منتها خب نکته اینه حالا این جلسه رو که من شک ندادم، بزرگوارانی که شک دادن خب مخاطبین رو افرادی تشکیل داده که خب شاید بیشتر تو قاطبه مهاجرین دسته‌بندیشن. اون نکته کلان شما که نکته درستیه، کلا یه ادبیاتی آقا دارن میگن در فضای حکمرانی، در فضای سیاستگذاری، در فضای هر خیری که میخواد به نهضت و انقلاب برسه، چه انصار چه مهاجرین، اگه طرف ذهنش قرآنی نباشه نمیتونه این کار پیش ببره. ما الان مسئله اونه که چه ایرانی ما، چه افغانستانی ما، چه نمیدونم سوری ما، هر کی، اصلا مسئله از طراحی و به معنای تصویر خود متعال شروع نمیشه. حالا امامان امت ما چون خودشون کاملا قرابت جدی داشتن اینجا سعی کردن یک گامی داستان رو پیش بردن، منتها من عرض زمینه ادامه پیدا نکرده. مثلا الان آقا که نمیشینه تو سازمان ملی مهاجرین خودش شروع بکنه تک تک قوانین رو نوشتن، آقا که نمیشینه تو مجلس میخوام بگم این لایه باید ادامه پیدا میکرد. حالا این که طبیعتا ما یه وظیفه داریم شما یه وظیفه دارید، درسته، منتها مجموعه وظایفی که بر عهده شاید یه فردی مثل بنده است تمرکز رو نمیبره روی همچین ادبیات سازی. منتها شما چون درگیر این مسئله اید، احتمال اینکه اینجا شما وقت گذاری کنید و کمک بکنید به اینکه این ساخت فکری ادامه پیدا کنه، این چیزی که میفرمایید که اینو ما هممون مثلا قبول داریم، من سعی کردم حالا ابتدا عرض بکنم که مسئله نیستش که الان ما اینا رو تصدیق میکنیم، مسئله اینه که ما رو جزئیات امتدادهای اینا بتونیم ادبیات سازی کنیم. در فضای علوم انسانی غربی یه هسته کوچولویی رو
قبول کرده همونو تونسته تو همه لایه‌ها ببره، یعنی از لایه سیاست‌گذاری تا لایه قالب و برنامه اینا. ما حوصله نداریم اینو ادامه بدیم، میگم بعد این ادامه پیدا کنه، چه بنده حالا از یه بابی شد این تکلیف بده، چه شخص شما، چه بزرگوار دیگه. میگم ظاهرا تو صحنه این مشکل داره. اون مثالی هم که زدید که خب حتما اشتباهمون تا وظیفه ای که مثلا حالا یه فردی داره اون شاید یه حکم ثانوی پیدا کنه، یعنی از باب همراهی با نظامی که کلیتش اسلامیه شاید شما حتی در مورد یک قانونی که اشکال مبنایی هم دارید آخرش باید همراهی کنید. این شاید تو اون لایه بخواد جواب بگیره. من تا الان تو خب ساحت نبودم، یعنی اگر قانون اشتباهی هم باشه که مهاجر فقط باید مهاجر امر معروف نهی از منکر بکنه، شاید از یه باب همراهی بازم ولی جامعه بگه شما این همراهی بکن، از باب این که حالا اینجا خودش بازی بحث میشه و قوانین نظام اسلامی رو ما از باب شرع هم باید بهش پایبند باشیم یا نه، که حالا شاید بین امام و آقا هم اینجا یه اختلاف نظرهای مختصری بوده باشه. یه نکته دیگه هم شما بفرمایید در خدمتیم. دو تا سوال داشتم. یکی که اون بحث آرمانی که حضرت آقا میگن که باید برسیم به تمدن اسلامی و الان توی مرحله دولت اسلامی هستیم، اون تصویر آرمانی که مثلا مهاجرین تو دولت، اون ملت، اون تمدن نقش دارن، اون تصویر چیه؟ و اینکه الان تو این فضایی که الان هستیم چقدر فاصله داریم با اون آرمانی که مثلا برای مهاجرین توی دولت اسلامی، مثلا قوانین مهاجرین توی دولت اسلامی. بعد سوال بعدی اینه که شما گفتین که پذیرش مهاجرین باید تو دو تا محور باشه، یکی محوری که تو راستای نهضته، گفتیم مثلا حالا مثلا فاطمیون که مثلا توی کمک نظامی کمک کردن. آره. خواستم بگم که این راستا، اینهایی که مثلا رفتن کمک کردن تو این راستای نهضت، آیا باید مثلا تو همون قالب مهاجر باقی بمونن یا نه باید تبدیل بشن مثلا چه می‌دونم به انصار، یا باید مثلا بیان جزء مثلا جامعه انصار بشن، یا چه می‌دونم مثلا همچین. این دو سوال واسه یه سوال دیگه هم بشیم چون وقت کمه. خدمتتون عرض کنم نگاه کنید، یه تصویر دوران گذار داریم در قرآن کریم، یه تصویر بعد فتح داریم. تا قبل فتح که شکل‌گیری به معنای اظهار دین حق در یک ابعاد وسیعیه، ما ادبیات مهاجر و انصار پررنگ داریم، یعنی اونجا فضاهای حقوقی جداگانه دارن، شما بالاخره منابع محدوده باید مدیریت کنی، یه جاهایی هم اصلا به سمت مهاجرین سوق داده، بیشتر اونا رو تحویل گرفته یه جا. اون تو اون نقطه‌ای که حالا تو ادبیات قرآنی خیلی سریع اتفاق میفته، یعنی اگر مؤمنین قیام لله کنن و وظایفشون رو درست انجام بدن، چون نصرت خدای متعال میاد، فتوحات خیلی سریعه و زود میرسه به نقطه‌ای که حکومت مثلا عدل مهدوی حالا ما دنبالشیم شکل بگیر. تو نقطه دیگه اصلا این بحث مطرح نیست، یعنی اصلا دیگه اونجا شما رسیدی به نقطه‌ای که مثلا لأکلوا من فوقهم و من تحت ارجلهم، دیگه اصلا همه امکانات در اختیارته که شما تونستی منابع کل عالم رو بر دست بگیری و تونستی یک حکومت توحیدی شکل بدی.